ما صاحبکار از ناحیه وحدت ما در اساسی که زیاده از 10 سال شده در همین صاحبکاری سهم گذاشتگیم. ارنده من میسپارم، پتن من میسپارم، اخران من میسپارم. مغازین خودم ای نال سر کردم ساختم. من 2 فرزند نابالغ دارم. یک کیوه ماشین زدگی. من پدر ندارم. من فقط خودم چشم مرا دیدین. ما نمیدونیم این رئیس حکومت با کدام مقصد فعالیت کاری ما را درست شد من کردن. مثلا میگه که شما بازار شخصی بره، بازار شخصی را آباد کنه، بازار دولتی را بگیره ارنده شیرونه. ارنده های ما بازار خودش وضع بینه. ما چی خیلی با ارنده تور میورده میشیروندیم کار یکنی متر جو های ما این ایبان قرضوری باور نکی 3 تا بانک دارم، 6 تا فرزند دارم، 6 تا یک بچه اینوری دارم. من مرحمت 3 تا بانک هست. این همه روز دهنده باید من بانک بسپارم. من روشی زدم چقدر $15,000 قرض کردم روز من گذرونده استم. مغازینا رو پیچا دادن مردم ای بانکا پول گرفتن پگه شدی قطعی ای کجا میرم پولی بانکا میتن پولی موسر شای سویت شای آو شای طلبای مکتب خانه استودنت ای کجا بیاون مردم ای کجا ما پیچا زدی مردم بگن نون نمیوه گودکش برا بخرانه چی بخره فرزندی مردم 25 سال شد در بازار سودا میکنم یک کس آزار دادگی نیستم 25 سال بعد هن آسرمای 8 تا فرزند نون دادن آسرمای عیب نیسته رئیس کبیر سره سفید نداریم آو نداریم سفید ما 2 ماشینه کشته اون سفید نمیکنیم پولی سفید نبودی رئیس در تایی سفید زن کودک چودک پودک سر خو کم بغلا دادونی آبشیجت لازیده گشتستن کمر بخرم سفید مفتیم آو مفتیم موسر مفتیم این چی گپه این چی جاره که خلق همه من روز شب بگذارونه امام علی رحمان گفت که بیاوه بخره مهنت کنه برم دوزی کنه ما رو به این واسطه میلیسه ها را میدرونن اگراژات قطعی محکم کنه. ما اگر شما محکم نکنه پروتکل میکنیم. 450 سومون ارنده بازار 165 سومون پتن اخرانه با پلی پای میوه همه ایده فقط با موده ای حسابی ای تاجیک مطلوبات چیزی تقسیم میکنن که پولش بتین. طبق سپارش پروتکل حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد معاون اول سروزیر محترم علی مردانوف از سال 2009 درباره فعالیت بازاری با تنظیم در آوردن مدنیت بازارداری و جابجاگذاری محصولات همین خیلی پروتکل وشته. بعد طبق همون پروتکل قرار رئیس شهر به تصویب رسانده شده است. این قرار از سال 2008 چندین مراتب به عهده مسائل مردم برای جابجا گردن بازارها در اساس نقشه و چاره‌بینایی که حکومت جمهوری و حکومت شهر وحدت به همه یک بازار پیشنهاد کرده بود نقشه جابجاگری بازار مخصوص گردانده میشد. باید بازار مرکزی در مورد طبق همون قرار رئیس شهر طبق نقشه و چاره‌بینی و نقشه پیشنهاد کرده یک از طرف مقامات جواب پیشنهاد گردیده بود با فروش محصولات کشاورزی روانه گردیده بود. طبق همون قرار وقتی که بازار محصولات با دیگر بازارها مسائل ساختمانی بازار نو کشادن در طرف شهرهای چرتک کلاب برای ساختمانی مسائل بناکاری بازار محصولات صنعتی در بازار خیر برای همین قدر گفتن که بازار در اساس همین قانون‌های ترتیب‌داده جمهوری تاجیکستان و قرار رئیس شهر باید مخصوص گردانده شود. بنابر همین مردم قطعی از 6 دکمبر سال 2012 قرار رئیس شهر تحت رقم 2037 به تصویب رسانده شد. باید در همین قرار مهلت‌های معین کارهای فرماندهی تا ماه اپریل سال جاری را گرفته می‌شدند. همین مسئله به همه همین آدمایی که در همین جهازی در نزد شما سوداگری هم واقعا گذرانده شده یک چند مراتب به همین معاونان ساحه‌های رئیس شهر وابسته شدگی بودند به هر یک بازار. من همون کارهای فرماندهی گذشته رفته شدن. قرار یکم رئیس شهر باید یکم اپریل سال جاری باید عملی کرده میشه. طبق همین قرار همون مسئله با رهبریت بازارها سپارش داده شده است که
وجود داشته در هماهنگی با همه بازارها جای تامین جای مثال وای در بازار خیر یا که از این بازار در هماهنگی با همدیگر وای کنید. برای همین طبق همون قرار رئیس خیلی بازارها همین مسئله خاطی محکم کردن بازارشون. همین خواهش شده. برای چی بازار مرکزی شهری وحدت، بازار دولتی برای چی فعالیت قطع کرده شد؟ بازار خیر، بازار شخصی برای چی فعالیت قطع کرده نشد؟ باید هر دوش میشد. برای چی دولتی قطع شد و شخصی نه؟ مایمون بازی گپزنی نمیمونن آدمورا گپزنی میگن مایمون بازی کردن آدما نانشون کجا میومن میخرن شما هم داره میخرین ما همه یک روز نبرویم همون زمان نمیویم بزرگ اوود باید باشه بزرگ این میجوره همش هم خودمون اوود کردگیم اینجا از هنلاق بود مگذاشتن همین رئیس توی چی مثال پوچوشون پریلوی میشید اینم جورا مو خودمون کردیم اینم جورا اینم کروشکا هم را خودمون زدیم هم وقتی جنگ گفته اینجا یک کلیته بود این دمی روز اومده میگه تو شلوبکا نفروش سمچکا فروش کجا برم ما به غرض کار لباسا دیگه یگون کار نمیتونم ما فقط تجارت همین لباسا میتونم فروخته اوی بازار لباسای مو در یگون جمعیت کرد نمیکنه ادری بازار عدل نه یعنی ما او بازار شخصی ای و همه لایقه اوجا در امچس اجازه دادگی نیست قانونی نیست یگون شرایط نداره چی موجه بریم او بازار شخصی ای را نمیفرد در بازار شخصی کار کنیم را میفرد در دولت فایدمون بیاید ما همین روبرم گاو زدم که این مسئله حل خشه افتاده چی در گرده اینجا بزیاتی گاو میزنید طبق شرطنامه هایی که بین بازار خیر و مقامات اجرایی شهر برای دستگیری من همین صاحب کارو خودشون میدونن همون شرطنامه کرده بودم که همون تا یک ساله همون وای بازار شخصی ای همون چپتای بازار سونده نمیشود امکاناتش امتیازش هم خیلی پیشنهاد کردن رفتم 3 روز ایستادم 5می 10می چک دادم وای من نشکایستم بیا برم در تای کی میروم بیا برم پیش که در تای که این قهوه دایره های تمام یگان ممون مسلمان اونجا نمیروم وای بازار شرایطش ای بازار بهتر یگان جهت نداره یگان جهتی بهتر نداره بعد پریچین تاور میگه یگان گر در پریچین جوابگو نیست وای بازار پریچین گروپ اعتبار قطعی کنن ردی تکانش کنن ردی اوبوش کنن یک قالین فروش میشینه یک نسکی فروش میشینه بعد با یک جمعه فروش میشینه بعضی این مردم دین همه حالت همه چیشه در بازار مرکزی شهر وحدت که همچون بازاری مخصوص گردانیده شده به موادهای آذوقه نگرانیده شده است مالهای صنعتی، مالهای شیمیایی، مسائل ساختمانی و دیگر نامگوی موادها به فروش برآورده می شوند. آنجایی که مواد غذایی فروخته می شود باید که موادهای شیمیایی و دیگر نامگوی محصولات که ضرر می تواند ضرر به موادهای غذایی رساند باید جای نداشته باشند. اما نه همه شهروندان خواهش فهمیدن این دستورها را دارد. هرچند از سال 2010 تا امروز برای جابجاگذاری بازارها گروه‌های مخصوصی تبلیغاتی فرماندهی در مقامات محلی حکومت دولتی تشکیل داده شد و پیوسته جهتی بردن کارهای فرماندهی فعالیت داشتند و هر یک تاجری که دکان دارد و در دکان خود سودا میکند خوب میداند که مالهایی که او به سودا برآورده است برای موادهای غذایی و در مجموع به مردم ضرر میرساند ولی به خاطر که بازار در شفت راه ماشینگذر قرار دارد به همین خاطر به جای دیگر رفتن نمیخواهد حالانکه در شهر وحدت 11 بازار فعالیت دارد از جمله بازار مالهای صنعتی بازار مسائل ساختمانی و 3 بازار موادهای آذوقه و دیگر بازارها فعالیت پیوسته دارند.
بین بازار مرکزی و بازار مولهای صنعتی همگی 200 متر مسافت دارد. ولی اون نفرانی که در اینجا سودا میکنند از جای خود به جای دیگر کوچیدن نمیخواهند. ولی این البته فکر میکنیم که منفعت 10-12 نفر تاجری که امروز در بازار مرکزی به مولهای صنعتی و مواد مسئله ساختمانی و دیگر مواد سر و کار دارند، جوابگوی خواهش و درخواست 300,000 نفر اهالی شهر وحدت رو دادن نمیتواند. یک ماشین گده و بره محکم یه روز مردم ایبان قرضا رو نختوکه تا شهر مسکو برن کار کنن بیاد اینجا بخرن. خب مردم گودا بازار مرکز شخصی میگه برین اوخی مردم در اینجا جون کندگیان کار کردگیان در اینجا یه لایچوک بودم آشا میجاره سیمی کردگیان همش خود چون کردگیان. تقریبا چند کس از دوستان که بازاری نبرن؟ کدام همینجا هست 143 نفر آیده اینجا. همه را میگه بخیز اونجا بره جا خروکه شوا. وقتی جا خروکه شوا کی در جا خروکه را میخره؟ دامو هر یک قشلاق خروکه شگه این نرخ همجا ارزون. این مردمی که امروز یک چند نفر اعتراض دارند باید گفت که با حکومت جمهوری تاجیکستان با پروکراتوری جنرال جمهوری تاجیکستان نیز خطی مراجعت کرده بودند و همچنین به تاجیک مطلوبات نماینده‌های تاجیک مطلوبات نماینده‌های مقامات حفظ حقوق طی چند روز در شهر وحدت قرار داشتند و همه این مسائل را مورد بررسی قرار دادند. این حال ما انتظار خلاصه پروکراتوری جنرالی میباشیم و هرچند مکتوب قبلی آنها به مقامات وارد شد و آنها قید کردند که در حقیقت قراری که به تصویب رسیده است درست است و فکر میکنم اگر قرار با منفعت عموم نمیشد حتما از جانب مقامات‌های نظارتی از جانب ساختارهای قدرتی جهت بیکار کردنش دستور داده میشد. اصلا کسی یگان نقطه رو محکم نکرده است، فقط کارهای فرماندهی برده شده است. ولی آنها وقتی که بعضی شبکه‌های وسایل اخبار از جمله شبکه‌های تلویزیونی رو دعوت میکنن، آنها مخصوص همون اتاقهای کاری رو محکم میکنن و خود نشان میدن که گویا که حکومت اتاقهای کاری آنها رو محکم کرده باشد.